به نام خداوند بخشنده مهربان. این جانب بهبود شاه نیازی ساکن همدان، پیرو دین حنیف توحید که همان اسلام حقیقی است می باشم. ادعای امامی و پیامبری نیز ندارم، فقط بر اساس یقین بر آیات خدا و تسلیم محض بودن در برابر اوامر خدا تمام پیشوایان زنده ادیان روی زمین را مثل پاپ، ولایت فقیه، مجتهد، خاخام و مفتی را که مدعی برحق بودن دارند به مباهله دعوت می‌کنم. مباهله با هر شیوه‌ای که این پیشوایان ارائه دهند. این مباهله حجتی است که در آن حقیقت ظهور خواهد کرد و این پیشوایان و مبلغان مذهبی فرقه‌ای که باعث ایجاد و تشدید اختلافات و نفرت‌های بین فرقه‌ای شده‌اند، باطل بودنشان محرز شده و پیروان آنها آگاه خواهند شد که از چه کسانی پیروی می‌کردند. هدف ما در این مباهله از بین رفتن اختلافات و نفرت‌های بین فرقه‌ای و رسیدن به دین حق که دین خداست میباشد. خداوند وعده فرموده است که دین حق را بر تمام ادیان روی زمین پیروزی می‌دهد، هرچند کافران کراهت داشته باشند. این پیشوایان در طول تاریخ از اختلافات و نفرت‌های بین فرقه‌ای به منافع زیاد دنیوی رسیدند و پیروان آنها هزینه‌های زیاد جانی و مالی متحمل شدند بدون آنکه به حقیقتی رسیده باشند، مثل جنگ‌های صلیبی و غیره که خود نیز می‌دانید. هر کس طالب حق و حقیقت است با من قیام کند، قیامی فکری و پایه‌ای توحید. وظیفه شما پیروان عزیز تمام ادیان فقط خواستن مصرانه از پیشوایان جهت شرکت آنها در مباهله میباشد و اجازه فرافکنی نیز به آنها ندهید. قبلا نیز این پیشوایان به مباهله دعوت شده بودند که متاسفانه با فرافکنی توانستند از آن شانه خالی کنند. این بار تا بهار 1393 خورشیدی به این پیشوایان مهلت داده می شود آمادگی شرکت کردن خود را در رسانه‌ها اعلام کنند تا همه بدانند و در صورت اعلام نکردن و یا شرکت نکردن به هر بهانه‌ای در این مباهله باطل بودن آنها با یک برهان خدایی به همه اعلام می شود. و این برهان خدایی این است که خداوند در ملأ عام جلوی دیدن همه مرا بعد از 3 شبانه روز از آتش زنده بیرون می آورد و این حقیقت گفته‌های مرا اثبات خواهد کرد. حسابی که پاک است از محاسبه چه باک است. این پیشوایان و مبلغان مذهبی فرقه‌ای با مزین کردن بدعت‌ها و خرافات و دام تزویر قرار دادن کتاب خدا، فرقه پرستی و شرک را به جای خداپرستی رواج می‌دهند و باطل را رنگ حقیقت می‌پوشانند و از این به منافع و القاب‌های دنیوی می‌رسند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. با رجوع به آیه‌های 52 و 53 سوره مؤمنون و 30 الی 32 سوره روم به حقیقت گفته‌های من پی می‌برید. دین حنیف توحید همان اسلام خالص است، فارغ از فرقه‌ای بودن، و دین ابراهیم، یعقوب و موسی، عیسی و خاتم الانبیا محمد بن عبدالله میباشد و دین تمام انبیا و اولیا میباشد. فرقه‌های مذهبی کنونی اسلام مثل شیعه، سنی، وهابی، بهایی، ولایت فقیهی و غیره که مدعی اسلام حقیقی هستند، هیچ کدام از این فرقه‌ها دین حضرت محمد نبوده است. دین حضرت محمد اسلام خالص یا همان حنیف توحید بوده است، همچنان که مسیحیت کنونی دین عیسی نبوده و یهودیت کنونی نیز دین موسی نبوده. اگر به گفته‌ها و نشانی من شکی دارید، بدون اینکه مرا مهلتی دهید در ملأ عام آتشی برافروزید تا حقیقت بر شما پوشیده نباشد. ملأ عام به این خاطر که این حجتی است برای همه. البته این مباهله مشکل است، آسان نخواهد بود، ولی شدنی است، چون خداوند برای بنده‌اش کافی است و من بر او توکل کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.